شما این ویدیو رو ببینید، بعد در موردش صحبت میکنیم. امروز دین تصمیم گرفت که آخرین دروازه درس خواندن دختر بروی بسته کنه. امروز دین تصمیم گرفت که آخرین قلم کاغذی که در دست یک دختر است به سمت مکتب میرود بسته شد. امروز دین آخرین دروازه روشنایی را بر روی زن بست. امروز دین برخلاف آن لافایی که عالمان به اصطلاح دین میزنن حرکت نمود. نه خیر جناب نادری صاحب، امروز دین تصمیم نگرفت بلکه دشمنان دین تصمیم گرفت. هر کسی که باعث بدنامی دین شود، هر کسی که مردم را از دین متنفر بسازد، هر کسی که مردم را از دین دور بسازد، در حقیقت دشمن دین هست، فرق نمی کند زیر کدام نام. من از شما یک سوال میکنم جناب نادری صاحب، شما مثلا در سوشل میدیا میین دو میزنند، دشنام میزنند، گاهی علیه علما و علیه اسلام تاخت و تاز میکنند، گاهی با بوتل شرابتان میین در ملای عام شراب میخورند. آیا این چیزها را اسلام براتان گفته یا ای که عمل شخصی خودتان هست؟ بدون شک که عمل شخصی خودتان هست. اسلام در ذات خود ندارد عیب، هر عیبی که هست از ماست. من در ویدیوی قبلی هم اشاره کردم، گفتم هر کسی که فرمان رهبر طالبان را منسوب به اسلام میداند و او را یک فرمان اسلامی میداند، در حقیقت جاهل هست، در حقیقت قرآن را مطالعه نکرده، در حقیقت راه و روش پیامبر اسلام را درک نکرده. این قرآنی که 1400 سال قبل از امروز نازل شد و اولین آیتش از اقرا بود، از خواندن بود، چگونه دشمن تعلیم هست، چگونه مانع تعلیم و تحصیل میشد. این قرآنی که الله در او به صراحت بیان میکند هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا مساوی بوده میتواند آنهایی که میداند با آنهایی که نمیداند؟ امکان ندارد. این قرآنی که الله سبحانه و تعالی در او ما را امر به ایمان به خودش میکند، ولی قبل از او ما را میگد که بفهم، بدان، از روی فهم ایمان بیار، نه کرکرانه، نه از روی جهالت. الله میگه فعلم انه لا اله الا الله، اول بدان که این معبودی که تو پرستش میکنی شایسته عبادت هست یا نه. این دینی که تو میگی مانع بستن مکاتب شد، دانشگاه ها شد، این دین 1400 سال قبل از امروز برای ما دستور داد که اطلب العلم من المهد الى اللحد، شما طلب علم کنید، علم را بطلبید از گهواره تا گور، فرق نمیکنه زن هستی یا مرد هستی، پیر هستی یا جوان هستی، تا زمانی که زنده هستی طلب علم کن. این دین 1400 سال قبل از امروز برای ما امر کرده که طلب العلم فریضه علی المسلم، علی کل مسلم، طلب علم فرض هست بر همه مسلمان ها، فرق نمیکنه زن هست یا مرد. شاید حرفای شما جناب نادری صاحب مغرضانه نباشد، شاید تاخت و تاز علیه اسلام نباشد، شاید از بدبینی نباشد، شاید حرفای شما کنایه باشد، ولی خیلی از جوانانی که در پای سخنان شما میشینند و حرفای شما را میشنوند، اونا شاید از دین مطالعه دقیق نداشته باشند، شاید دین را درست درک نکرده باشند و اونا حتما در این توهم میشند که گویا این حکم دین هست، این حکم اسلامی است و شما باعث میشین تا اونا از دین دور شوند، شما باعث میشین تا اونا از دین متنفر شود. پس فرق میان خودت و اونی که این فرمان را صادر کرده در چی شد؟ هر دوی شما مردم را از دین متنفر میسازد، هر دوی شما از یک ناحیه دشمن دین هستند، دشمن اسلام هستند. پس لطفا متوجه حرفایتان باشند.